سوال من این است که در تاجیکستان به همگان معلوم است و شما معلوم است که ستر و حجاب را سخت منع کردن. آیا ما گناهگار میشویم به اطاعت کنیم به این آدمان مشرک و گناهگار؟ حکومتی که در مقابل شعائر دین بایستد، حکومتی که در مقابل حجاب و نماز و دین و قرآن بایستد، این حکومت مردمی نیست. اطاعت از این حکومت واجب نیست. باید در مقابل این حکومت که این دیکتاتور است، در مقابلش باید قیام کرد. باید این انسان‌ها رو سر جایشان نشاند. شاید بگید که والله مشکل است، ما چی کار بکنیم، فلان بکنیم. ببینید، اگر یک امتی بخواهد به عزت برسد، به سربلندی برسد، این از آسمان خداوند در یک بشقاب برای ما عزت و شرف را نمیفرستد. باید خون داد، باید جان داد، باید قیام کرد، باید زندان رفت، باید سختی و مشکلات را تحمل کرد. در مقابل این حکومت قیام واجب است بر تک تک مسلمان ها.